بلوگر توجیک قربون نعماتوف در کانالش در یوتیوب درباره زندگی خیلی فقیرانه خانواده نظر نظروف ساکن نویه ورزوب و راننده کارخانه اتوبوس یک قصه کرده از مردم برای پرداخت قریب 200,000 سومون تاوانی که به گردن این راننده بیچاره افتاده است کمک خواست. در ویدیو دیده می شود که نظر نظروف 36 ساله با پدر و مادر پیر و برجا مانده‌اش در یک کلبه تنگ و خرابه به سر میبرند. مادرش با گریه و ناله نقل کرد که پسرش از رانندگی اتوبوس هر روز امگی پول 4 یا 5 نان کار میکرد و به خانه می آورد، ولی امروز به گردنش تاوان بار شده است که آنها در عمر خود چنین پول را یافته و پرداخت نمیتوانند. نام نظر نظروف روز 2 اپریل بعد آن ورد زبان شد که او را هنگام مسافرکشانی در خط سیر رقم 33 سر چنبرک فرمان اتوبوس خواب برد و نظر با اتوبوسش در نزد دانشگاه طبی در خیابان رودکی 7 ماشین تاکسی را پخش کرد. خود او میگوید روز اول ماه رمضان بود و اوی نوزکش که روزدار بود سخت خمار نوسش گرفته بود و به همین دلیل لحظه خوبش برده است. لحظه‌ای که برای این راننده بیچاره خیلی وزنین افتاد. او برای ویران کردن قاعده های بیخطری در راه همچون جزا و جریمه همچنین از 20 تا 30 نشان دهنده برای حسابها از 1280 سومانی تا 1920 سومانی تهدید میکند، ولی بجز از جریمه با قرار دادگاه باید مبلغ زیان به 7 تاکسی رسانیده‌اش را هم برقرار کند. از این 7 ماشین 3 آسیب زیاد دیدند. بر اساس سند ترتیب داده شده تنها برای ترمیم اتوبوس بیش از 33,000 سومانی لازم است. یک جا با ماشین های تاکسی نظر باید نزدیک 200,000 سومانی بسپارد. در ویدیویی که یکی از رانندگان ضرر دیده گفت که او بعد دیدن شرایط زندگی عائله راننده اتوبوس به خاطر ماه شریف رمضان از بر طلب تاوان گذشت، ولی چند راننده دیگر که از بانک قرض گرفتند ماشین تاکسی خریده بودند گفتند زورشان برای ترمیم ماشین های آسیب دیده نمیرسد. خود نظر با این زندگی فقیرانه که دارد نیز قوت پرداخت پول ترمیم این ماشین ها را ندارد. به این دلیل در ماه شریف رمضان به این راننده اتوبوس برای پرداخت پول ضرر رسانیده‌اش دست کمک دراز کنند. وقتی این گزارش برای چاپ آماده میشد خبرنگار تاجیک خلوتچای محمود خبر داد که رهبران شرکت اولوچه تاکسی اعلان داشته است که تاکسی در آن صدمه روز 2 اپریل ضرر دیده‌شان را از حساب خود شرکت تعمیر و ترمیم میکند.